توی این اپیزود میخوایم درباره یکی از معروفترین و جنجالی ترین کتاب‌های حوزه کسب و کار و موفقیت صحبت کنیم. گرگ وال استریت، نوشته جردن بلفورد. قبل از اینکه وارد جزئیات کتاب بشیم، بیایید کمی درباره نویسنده اون یعنی جردن بلفورد صحبت کنیم. جردن بلفورد یک کارآفرین، سخنران انگیزشی و نویسنده موفقی که در دهه 1990 با سبک زندگی پرزرق و برق و البته جنجال‌های قانونی شناخته شد. اون با تأسیس شرکت خودش یعنی استراتون اوکموند به یکی از چهره‌های مهم در وال استریت تبدیل شد و ثروت هنگفتی به دست آورد. با این حال زیاده‌خواهی و طمعش باعث شد تا درگیر فعالیت‌های غیرقانونی بشه و نهایتاً سقوط کنه. اما نکته جالب درباره بلفورد اینه که بعد از گذراندن دوران محکومیت خودش مسیر زندگیش رو تغییر داد و حالا به عنوان یک سخنران و مربی در زمینه موفقیت و بازاریابی فعالیت میکنه. خب حالا بریم سراغ کتابش. کتاب گرگ وال استریت، داستان زندگی جردن بلفورد، کسی که از یک فروشنده ساده به یکی از بزرگترین و بدنامترین چهره‌های وال استریت تبدیل شد. این کتاب ترکیبی از داستان‌های جذاب، استراتژی‌های فروش و البته هشدارهایی درباره طمع و زیاده‌خواهی توی دنیای کسب و کاره. یکی از نکات جالب این کتاب تمرکز بلفورد روی هنر فروش و مذاکره است. اون تکنیک‌هایی رو معرفی می‌کنه که میتونه توی زندگی حرفه‌ای همه ما مفید باشه. اما نکته اصلی اینه که موفقیت واقعی نیازمند اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به اصول در کنار مهارت. در پایان باید بگم که این کتاب صرفاً داستان یک موفقیت نیست، بلکه درس عبرتی برای همه ماست تا بدونیم که طمع و تصمیمات نادرست میتونن به سرعت باعث سقوط بشن. حالا برای این که بهتر با کتاب آشنا بشید، من پشت‌نویس کتاب رو براتون میخونم. جردن بلفورد، The Way of the Wolf. آنچه در این کتاب به شما ارائه میدهم راه حلی شسته رفته برای به کار بردن سیستم خط مستقیم در هر کسب و کاری است. این سیستم به شما نشان میدهد چگونه چرخه فروشتان را کوتاه کنید، نرخ موفقیت در معامله را افزایش دهید و یک جریان ثابت بازگشت مشتری توسعه دهید و مشتریان وفادار خلق کنید. کل زندگی فروش و متقاعد کردن است. حتی اگر فروشنده نباشید، هنوز لازم است دست کم در فروش و متقاعد سازی تا سطح معقولی مهارت پیدا کنید. صرف نظر از مسیر شغلی و زندگیمان، ما همیشه سعی داریم افکار، ایده ها، رؤیاها و امیدهایمان را به گونه‌ای انتقال دهیم که علاوه بر ترغیب افراد به خواسته های خودمان هم برسیم. این همان هنر متقاعد کردن است و هدف کتاب هم دستیابی به همین موضوع است. حالا چرا کتاب بهتون معرفی میکنم؟ اگه این سوال براتون پیش اومده، پس بهتره چند تا از فواید مطالعه رو به طور خلاصه براتون شرح بدم. افزایش دانش و آگاهی، تقویت مهارت‌های تحلیلی و تفکر انتقادی، بهبود سلامت و روان و افزایش تمرکز و حافظه، تقویت خلاقیت و تخیل، بهبود دایره واژگان و مهارت‌های زبانی، الهام بخشی برای تغییر و رشد فردی.